سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع سینوسی سوما و فرق کنچه را دیده میبراییم. یعنی این موضوع اکتوالی به حساب می رود. یعنی دومی موضوعی که ما موضوع گذشته همراه شما دیده بودیم کوسینوسی سوما و فرق کنچه ها. یعنی که فرموله ها رو در اول می نویسم. یعنی فرموله ها رو به اثبات می نویسیم. یعنی که ما چنین فرموله داریم. یعنی چنین فرموله هست که سینوس الفا جمع بتا این برابر است به حاصل ضرب سینوس کنج یکم بر کوسینوس کنج دوم پلس کوسینوس حاصل ضرب کوسینوس کنج یکم و سینوس کنج دوم. یعنی سینوس سوم کنج‌های الفا و بتا برابر است به حاصل ضرب سینوس کنج یکم بر کوسینوس کنج دوم و بر حاصل جمع حاصل ضرب کوسینوس کنج یکم و سینوس کنج دوم برابر است که این فرموله یکم این موضوع به حساب می رود و فرموله دوم این موضوع باشد به سینوس الفا مینوس بتا برابر است که آن برابر است به حاصل ضرب سینوس کنج یکم بر کوسینوس کنج دوم و فرق حاصل جمع کوسینوس کنج یکم بر سینوس کنج دوم برابر است. این دو فرموله را استفاده برده همراه شما یک چند مثال ها رو دیده میبراییم. یعنی مثال یکم طلب کرده می شود که سینوس 75 گرادوس حساب کرده شود. یعنی برای حساب کردن سینوس 75 گرادوس ما باید پیش از همه 75 گرادوس رو به نمود یا سوم و یا به نمود فرق کنچه تبدیل داده بعد آنها رو حساب کنیم یا اینکه آنها رو تبدیل دهیم. یعنی از بس که 75 گرادوس رو همچون 45 جمع 30 گرادوس نوشته ممکن است که قیمت های رادیانی یا قیمت های گرادوس این کنچه از جدول تریگونومتری نوشته ممکن است. یعنی سینوس 45 گرادوس جمع 30 گرادوس رو می نویسیم و موافق فرمول یکمی که در بالا نوشتیم آن رو می کشاییم. یعنی می نویسیم سینوس 45 گرادوس ضرب کوسینوس 30 گرادوس و هم جمع کوسینوس 45 گرادوس ضرب سینوس 30 گرادوس. اکنون موافقاً این قیمت های داده شده را از روی جدول فونکسیون تریگونومتری نوشته ایستاده بعد این افاده حاصل شده را تبدیل میدیم. یعنی سینوس 45 گرادوس با ما ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 را میدهد ضرب کوسینوس 30 گرادوس با ما ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 2 را میدهد جمع کوسینوس 45 باشد به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر ضرب سینوس 30 گرادوس باشد و ما به 1 تقسیم 2 برابر است. از اینجا ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب شونده یک خیلی بوده آنها را از قوس میبریم. یعنی ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب کننده عمومی از قوس برآورده می شود و در نتیجه به ما افاده زیرین حاصل می شود. ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب ریشه کوادراتی از 3 جمع 1 تقسیم 2 یا اینکه این برابر است به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 4 ضرب ریشه کوادراتی از 3 جمع 1 می باشد که طلب کرده شده بود که سینوس 75 گرادوس رو ما باید حساب کنیم. سینوس 75 گرادوس به قیمت ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 4 بر حاصل ضرب ریشه کوادراتی از 3 جمع 1 برابر است. میتونیم عیناً همین گونه مثال رو باز گیریم و با دیگر نیز فرموله اجرا کرده حساب کنیم. طلب کرده می شود که سینوس 15 گرادوس قیمت آن به چند برابر است؟ به چی برابر است؟ برای حساب کردن قیمت سینوس 15 گرادوس ما می توانیم 15 گرادوس را به نمود فرق نویسیم. فرق دو کنچه ها نویسیم. یعنی 15 گرادوس را ما چنین تبدیل می دهیم 45 گرادوس مینوس 30 گرادوس. یعنی که از 45 گرادوس 30 گرادوس را هنگامی ترک کردن به ما 15 گرادوس حاصل می شود. لیکن از طرف دیگر
جایی به جای 45 به جای الفا عددی 45 میبازد و به جای بتا باشد عددی 30 گرادوس میبازد که موافقاً اون رو با فرمول دویومی که ما نوشتیم تبدیل دادن ممکن است. یعنی می نویسیم سینوسی 45 گرادوس ضربی کوسینوسی 30 گرادوس مینوسی کوسینوسی 45 گرادوس ضربی سینوسی 30 گرادوس. اکنون قیمت عددی هر این کنچه رو موافقاً از جدول بعضی قیمت های تریگونومتری یافته ایستاده می نویسیم سینوس 45 گرادوس برابر است به ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 ضرب کوسینوس 30 گرادوس برابر است به ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 جمع طرحی کوسینوس 45 گرادوس برابر است به ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 ضرب سینوس 30 گرادوس باشد به ما به 1 تقسیم 2 برابر است. موافقاً ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو از قوس همچون ضرب کننده میبریم و در نتیجه ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 مینوس 1 تقسیم 2 میماند و این برابر است به ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 ضرب ریشه کواdraتی از 3 مینوس 1 تقسیم 2 یا اینکه ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو با 2 ضرب کنیم 4 حاصل می شود و ضرب ریشه کواdraتی از 3 مینوس 1 که این نتیجه قیمتی سینوس 15 گرادوس به حساب می رود. مثال سوم را دیده می براییم. در مثال سوم طلب کرده می شود که اگر سینوس الفا به ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 3 داده شده باشد که در اینجا الفا از پی تقسیم 2 تا پی داده شده است قیمت سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا حساب کرده شود. یعنی خیلی که معلوم است قیمت کنجی داده شده ما از 90 تا 180 گرادوس داده شده است که این چارکی دویم را تشکیل می دهد. یعنی در چارکی دویم قیمت سینوس مثبت است قیمت کوسینوس منفی است. قیمت این ifade رو از روی این دو داده شده ها ما باید یابیم. یعنی حل میکنیم در اول سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا رو موافق فرمول فرق دو کنچه ها میکشاییم. یعنی می نویسیم سینوس پی تقسیم 4 ضرب کوسینوس الفا مینوس کوسینوس پی تقسیم 4 ضرب سینوس الفا. یعنی ما این قوس رو موافق فرمول دویم کشادیم. اکنون سینوس پی تقسیم 4 کوسینوس پی تقسیم 4 رو موافقاً از روی قیمت های بعضی قیمت های فونکسیون تریگونومتری می نویسیم. یعنی سینوس پی تقسیم 4 به ما ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو می دهد ضرب کوسینوس الفا مینوس کوسینوس پی تقسیم 4 باشد به ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 برابر است ضرب سینوس الفا. از اینجا هنگام ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو برآوردن با ما در داخل قوس میماند کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا. قیمت عددی سینوس الفا با ما ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 3 داده شده است لیکن قیمت عددی کوسینوس الفا با ما داده نشده است. یعنی در این حالت ما باید قیمت کوسینوس الفا رو در چارک دوم حساب کنیم یعنی که حاصل کنیم میابیم. یعنی کوسینوس الفا رو موافقاً چنین یافتن ممکن است کوسینوس الفا برابر است به پلوس مینوس 1 مینوسی در تحت ریشه سینوس کوادرات الفا. از بس که چارک دوم برای کوسینوس الفا تک است یعنی مینوس است خیلی که ما میدونیم یعنی که قیمت کوسینوس در چارک دوم منفی است جمع ترک اینجا چارک یکم چارک دوم چارک سوم و چارک چهارم با ما قیمت الفا کوسینوس الفا در چارک دوم لازم است که قیمت آن باید منفی باشد. یعنی از اینجا ما علامت جمع رو نمیگیریم علامت مینوس رو میگیریم از بس که در چارک دوم کوسینوس الفا با ما طلب کرده شده است. می نویسیم مینوس ریشه کواdraتی 1 مینوسی با جای قیمت سینوس الفا ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 3 رو میگذاریم و حاصل میکنیم ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 3
در درجه 2 در تحت ریشه، یا اینکه مینوس ریشه کوادراتی 1 مینوس 1. ریشه کوادراتی از 2 را به 2 به کوادرات برداشتن به ما 2 حاصل می شود. تقسیم 3 را به درجه 2 برداشتن به ما 9 حاصل می شود. یا اینکه مینوس مخرج اومی 9 بوده، برای این 9 داده می شود. 9 مینوس 2 7. یا اینکه مینوس ریشه کوادراتی از 7 تقسیم از ریشه کوادراتی از 9 عددی 3 حاصل می شود. این معلومات ها رو به این فرمول گذاشته ما حاصل میکنیم. قیمت کوسینوس الفا به مینوس ریشه کوادراتی از 7 تقسیم 3 برابر است. قیمت سینوس باشد به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 3 برابر است. آنها رو موافقاً میگذاریم و حاصل میکنیم. برابر می نویسیم ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضربی قیمت کوسینوس الفا برابر شد به مینوس ریشه کوادراتی از 7 تقسیم 3 مینوس قیمت سینوس الفا باشد به ما ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 3 داده شده است. برابر آن را حساب میکنیم موافقاً. آن را حساب میکنیم، یعنی ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضربی مخرج عمومی آنها به 3 برابر بوده مینوس ریشه کوادراتی از 7 مینوس ریشه کوادراتی از 2 برابر است. یعنی هنگامی 2 مینوس را از قوس برآوردن حاصل میکنیم ریشه کوادراتی از 2 ضربی وقتی که از 2 ifade علامت مینوس از قوس برآورده می شود در داخل قوس باشد به ما علامت جمع حاصل می شود. یعنی ریشه کوادراتی از 7 جمع ریشه کوادراتی از 2 و مخرج های آنها را ضرب کرده حاصل میکنیم عددی 6 را که این قیمت عددی سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا را تشکیل میدهد. یعنی میتوانیم در آخر جواب نویسیم، یعنی که در جواب می نویسیم که سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا برابر است به مینوس ریشه کوادراتی از 2 و ریشه کوادراتی از 7 جمع ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 6 برابر است. مثال چهارم را دیده میبریم. در مثال چهارم چنین آمده است: اثبات کنید که سینوس پی تقسیم 2 جمع الفا با کوسینوس الفا برابر است. یعنی که این فرمولا به همه معلوم است که این فرمول موافق آوری است، لیکن این فرمولا را استفاده نبرده ما باید سینوس سوم و فرق کنچه را استفاده برده این عینیت را باید اثبات کنیم. یعنی اثبات کنیم که سینوس پی تقسیم 2 جمع الفا با کوسینوس الفا برابر است. یعنی موافقاً طرف چپ را از روی فرمول سوم میکشویم. یعنی می نویسیم سینوس پی تقسیم 2 جمع الفا برابر است با سینوس پی تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا و جمع کوسینوس پی تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا سینوس الفا ضرب سینوس الفا. این برابر است با قیمت عددی سینوس پی تقسیم 2 به 1 برابر است. می نویسیم 1 ضرب کوسینوس الفا جمع قیمت عددی کوسینوس پی تقسیم 2 باشد با 0 برابر است و ضرب سینوس الفا برابر 1 را با کوسینوس الفا ضرب کنیم به ما کوسینوس الفا حاصل می شود جمع 0 را به سینوس الفا ضرب کردن 0 حاصل می شود که آن با کوسینوس الفا برابر است. ما اثبات کردیم که در حقیقت سینوس پی تقسیم 2 جمع الفا و کوسینوس الفا برابر است. یعنی در مثال پنجم چنین آمده است: ریشه کوادراتی از 2 ضرب سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا مینوس کوسینوس الفا ساده کرده شود. یعنی برای ساده کردن این ifade پیش از همه ما باید سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا را تبدیل دهیم. یعنی موافق فرق سینوس کنجی بین دو ارگومنت ها ما این قوس رو میکشویم و ساده میکنیم. یعنی می نویسیم بگذار سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا با برابر است موافق فرمولا، یعنی سینوس پی تقسیم 4 ضرب کوسینوس الفا و هم مینوس کوسینوس پی تقسیم 4 ضرب سینوس الفا
اناکنون قیمت های عددی سینوس پی تقسیم 4 و کوسینوس پی تقسیم 4 رو موافقاً از جدول فونکسیون تریگونومتری می نویسیم. یعنی حاصل میکنیم سینوس پی تقسیم 4 با ما ریشه کوادراتی از تقسیم 2 رو میدهد ضرب کوسینوس الفا مینوسی کوسینوس پی تقسیم 4 باشد با ما ریشه کوادراتی از تقسیم 2 رو میدهد سینوس الفا برابر از بس که در این ifade دو ضربشنده یخخیله موجود است ما میتونیم ضربشنده عمومی را از قوس براریم. یعنی ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب در قوس با ما حاصل می شود کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا. یعنی ما به جای سینوس پی تقسیم 4 مینوس الفا ifade ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا رو میگذاریم و در نتیجه چنین ifade رو حاصل کردن ممکن است. یعنی ریشه کوادراتی از 2 ضرب در داخل قوس می نویسیم ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 ضرب قوس کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا و مینوس باز کوسینوس الفا رو نیز می نویسیم. خیلی که معلوم است ریشه کوادراتی از 2 رو با ریشه کوادراتی از 2 ضرب کردن با ما عددی 2 حاصل می شود. یعنی که ریشه از 2 ضرب ریشه از 2 این ریشه کوادراتی از 4 ریشه کوادراتی از 4 با ما عددی 2 حاصل می شود. آن را چنین می نویسیم 2 ضرب 1 تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا و باز مینوس کوسینوس الفا حاصل می شود. 2 با 2 اختصار کرده شده حاصل می شود کوسینوس الفا مینوس سینوس الفا و هم مینوس کوسینوس الفا حاصل می شود. در این ifade کوسینوس الفا با علامت جمع کوسینوس الفا با علامت ترک نوشته شده است. آنها را ما اصلاح میکنیم و در نتیجه با ما مینوس سینوس الفا حاصل می شود که نتیجه آخرانی یا اینکه جواب این مثالی داده شده با مینوس سینوس الفا برابر شد. خوانندگان عزیز مثال جنبسته امروزینه را دیده میبریم. در مثال ششم آمده است قیمت ifade زیرین رو حساب کرده شود. یعنی در اینجا سینوس 7 پی تقسیم 12 ضرب کوسینوس پی تقسیم 12 مینوس سینوس پی تقسیم 12 ضرب کوسینوس 7 پی تقسیم 12 داده شده است. خیلی که ما در اولی درس گفته گذاشتیم فرق کنج سینوس ها الفا جمع بتا یا الفا مینوس بتا طرف چپ به طرف راست یا اینکه طرف راست به طرف چپ برابر است. یعنی این ifade رو استفاده برده نوشته میتونیم سینوسی به جای الفا با ما 7 پی تقسیم 12 آمده است 7 پی تقسیم 12 و به جای قیمت بتا باشد پی تقسیم 12 نوشته شده است که مینوسی پی تقسیم 12 حاصل می شود که اون برابر است به سینوسی از 7 پی تقسیم 12 پی تقسیم 12 رو گیریم و ما 6 پی تقسیم 12 حاصل می شود. اناکنون سینوس 6 پی تقسیم 12 رو به 6 اختصار کنیم و ما پی تقسیم 2 حاصل می شود که قیمت عددی پی تقسیم 2 با ما عددی 1 رو حاصل می کند. یعنی قیمت ifade داده شده این مثال به 1 برابر می باشد. خوانندگان عزیز اناکنون برای مستحکم کردن موضوع امروزی ما مثال ها برای کارهای مستقلانه پیشنهاد کرده می شود که در اینجا 4 سپارش داده شده است. در سپارش یکم گفته می شود قیمت ifade های زیرین را باید حساب کرد. در سپارش دوم باشد سینوس 2 الفا را حساب کنید. اگر کوسینوس الفا به مینوس 4 تقسیم 5 برابر بوده الفا کلون از پی و خورد از 3 پی تقسیم 2 باشد. در سپارش سوم باشد اثبات کنید که 1 مینوس 2 سینوس کوادرات از پی تقسیم 4 مینوس الفا تقسیم 2 برابر سینوس الفا است. در سپارش چهارم باشد سینوس 2 الفا را حساب کنید. اگر سینوس الفا جمع کوسینوس الفا برابر 1 تقسیم 2 باشد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده.